خب سلام و عرض احترام و دو باشه هموطنای عزیز. امیدوارم که یکی شما خوب و صحت سلامت باشین. راستی دو سه روز میشه در عالم مجازی بعضی غوغاها هست. البته ما نه همه بلاگرها را گوییم که نوارهاشون را تحلیل میکنیم یا سخن میگیم، اما بعضی نوارها میشه که ما مجبور هستیم که او را یعنی یک تحلیل کنیم و فکر نظری اصلیت صحبت کنیم، در بالای اصلیت صحبت کنیم. این همچنانه که همون یک نواری که درباره تبلیغات و همون زنها را مجبور بدیم در اون صحبت کنیم، و این نوار دیگری است که این نیز چهره بعضی انسان ها آشکار شده و بعضی انسان ها با کی کار میکنن و چرا حمله بالای یکدیگر میکنن تاجیک ها. در این مورد باید صحبت کنیم. البته که دوستای عزیز، من کل جامعه همین بلاگرها را نظر میکنم، همگیش هر یک تشه نقطه به نقطه پیگیری میکنم. از بس که ما در سیاست هستیم، یک انسانی که آینده این کشور میخواهیم بسازیم، ملت میخواهیم اداره کنیم، باید ما دانیم که جامعه، تفکر جامعه کدام طرف است، مفکوره جامعه کدام طرف است و چی باید کرد در راه درست آورد جامعه را. کل اینها را ما از همون بلاگرها میگیم که در عالم مجازی فعالیت میکرده، چی زن باشه چی مرد باشه، کل اینها را شخصا من بنده بسیار با دقت پیگیری میکنم و کامنت ها را پیگیری میکنم، رویه مردم ها پیگیری میکنم. همه این چیز برای من بسیار مهم است. از همین لحاظ من همه را پیگیری میکنم. در عالم مجازی در تاجیکستان یک جوانی ورزشگر گویم که در کوچه یعنی جنگ میشوند، اونو بعد از جنگ دیگر همون جان که میگن که هم پاسختگی با آب میدوه، دیگر همون در تغری میایه وارد میشوند که اونجا یک کلوب خونه بازی همون کامپیوتری بده است و در اون دورون دیگر کشاکش میشوه و گویم کارچزنی میشوه و یک کارده در جوان میرسه، جوان وفات میکنه، خصوصا جوانی ورزشگر تاجیکستان وفات میکنه. و اولین این موضوع را یکی از همون بلاگرهای گویم که یک جوانی که در امریکا هست با نام شهرام، اولین همین مسئله را همون کش میکنه، میبروره و از جامعه طلب میکنه که صدای خود بالا کنه، یعنی خاموش نباشه. البته که این ضربه میروه به حکومت میزنه وقتی مردم صدا بلند میکنه که چرا در داخل تاجیکستان نورسا در دست کارچه زنی دارن، یکدیگر کشته ایستادن، قتل کرده ایستادن، امنیت کجا نگاه داری و طلب از حکومت میشود. البته این اولین صدا به همون که مردم طلب کردن که گویم که خواهش کردن برای صداتون براره. و همچنان چون هر وقته حکومت همون نقشه های خود داره انجام میده، استفاده میبره از زیردستان خود. البته که الان ما در اینجا نواراش میگذاریم تا که مفصلتر ما صحبت کنیم در این مسئله. خب یکی از ما از این معلم است. در اینجا ما با گفتم میگم تکرار میکنم، یگان خولیگان با درد خودش نمیمره، یگان خولیگان عمرش دراز نیست، یگان خولیگان سل مقصد در زندگی عموما نداره. خولیگان ویکی‌پدیا شب برو
آخر چیده یه شهرامتی که ویدیو کرده بود اینا حاضر بود اینا ویدیو برآورده میگه یا بچه بود من میشناختم نه او بچه که من زرازی کرد خیلی گپا گفتن نمیتونم سرشوی انا همون چمپیون تا با آخر تا با خولیگان شدنش استوش نیکش این همی ادامه هر یک کمیته ده هم پاتیشت سکایی یکون کته امروز گوش نکرد اونمویی که شما میبینید ویدیو یه مینوت بعد یه مینوت اونمو حالی سگه دارن بعد یه مینوتی که در امریکا واه گایس تودا اونمو کچیز دارن بعد یه حالی سگه دارن جواب میتونم یکون تا اینمو رنگی ما و تو کیف کده زندگی میکنیم ندارن هم کلی زندگی. خب محترم معلم عزیز گفتی که مرا تمام دنیا لکه یعنی میشناختگی آدم ها میشناسه واقعا ما نمیشناختیم خطر اما می دیدیم یک چند نوارات که مثال گیریم یک خیب قطعی برآمده بودی خصوصا با دویم خیب هم کرد یک کودک دیگر هم برآوردی در بین مردم تا تپلشا میگیری و چه تپلشا میگیری و چه تا یاردم نمیتی بگیم باز در بین مردم یک گلک برآوردی شرمنده کردی. ما هم در جوانی ورزش کردگی هستیم چی ورزشی گویم گوشتین باشه خب چی ورزشی مشزنی باشه در کلگیش کردگی هستیم اما هیچ وقت استادای ما یک عیب ما را برآورده در پیش جامعه مردم گفتگی نیست از بس که یک سپورتسمن یک انسانی که در ورزش است او را عیبش باید یک کسی دیگر همراهش باید ندانه یعنی که این چیزی است که بسیار در آبروی سپورتسمن اگر 100 ساله هم شوه 50 ساله هم شوه خیلی زیانش کلان است که مثلا پهلوش بودگی هم یک شوه چمپیون هم شوه میگه تیا دزد بودی یعنی یا که تیا پدر تا کرده بودی یا مادر تا گوش نمیکردی یعنی برای یک ورزشگر اخلاق مهم است این اولین چیزی است که من همون جمعه فهمیدم که تو گفتی با زبان خطون گپ میزنم نیم روسی و نیم دری چطور تو نیتو هستی اینجا و ما تو را نمیشناختیم الان شناختیم که تو کی هستی یعنی خودت هم همون مثل حاجی میرزا برین همون با سویستاک کار میکردگی بگه اگر میبرای در اینترنت یعنی بازم همون پشتبانی از امنیت هستی الان شناختیم کی بدند درباره جوانی که در امریکا هست بگیم من او را پیگیری میکنم جوان بهترین جوان است شخصا من میگم ما یک انسانی که تجربه گویم که همون پسیکولوژی هم داریم بهترین جوان است هر چیزی که در عقلش هست او در زبانش هست هر چیزی که او فکرانی داره او در زندگیش نمو است مثل شما یک فکر در پیش مردم دیگر رنگ و در دیگر جا دیگر رنگ نیست این چیز خوب بدونه و دومین چیزی که اون جوان دومین چیزی که او جوان هیچ انسان به کارچه دعوت نکرده است و جوان یعنی به همون گوشتین خود و مسابقه خود دعوت کرده است و در همه جا چی امریکایی باشه چی تاجیک باشه فرقی نداره گوشتین میگیره در اینترنت میمونه با همون چیز او جوانی هم مشهوریت خودشه پیدا کرد با کشیدن پیتزاش هم میمونه اوقات کشیاش هم میمونه او همون در زندگیش چیزی هست همون را کوتاه میکنه میمونه برای مردم یک چند مینوت البته این گپ درست است که شما در وطن کیف میکنید ما در امریکا و در اروپا عذاب میکشیم یعنی درست است خوردنی که ما در اینجا ششلیک بخوریم اما با نان قاق وطن نمیبره از بس که ما در نزدی پدر مادر میخوریم این چیز درست است این گپاتا تصدیق میکنم کیفی که شما دارین ما او را نداریم بله در وطن پیاده گشتن در اینجا مرسدس اس کلاس قطعی گشتن قطعی یعنی او را کیفیتش بالاتر است از اونی که در غریبی هستی این را هم تصدیق میکنیم یعنی که در وطن کیفیت زندگی بالا هست با تمامی نداشتن اما 2 میلیون دیگر 2.5 میلیون دیگر در غریبی است برای که شما در وطن کیف کنید و اینه غریبا کار کنن پول روان کنن در وطن ولی من باوری دارم امنیت خانه او رفت امکیوش فیرود کرد اماش فیرود کرد خالاش فیرود کرد تمام اولاد او را در او علاقه برآمدن
یعنی برای چی؟ برای که پوشیدنی قیقه های امام علی رحمان است. این چیزی که ثابت شد، این چیزی که در اونجا رخ داد، یعنی جوان کشته شد، این سیاست نادرست دولت است. نه، خودت میگویی او демонстрация نمیکنه با دستاش. البته او کورچزن نیست демонстрация کنه، او مشزن نیست демонстрация کنه، او کسی را با مشزنی هم دعوت نمیکنه. و گوشتی چیزی است که در هر جا میگیری و مشزنی جای معین داره. یعنی که ما گوشتین گیرو اگر که گوشتین بگیریم در تمام جا میگیریم، در نمی حولی هم روماده گرفته میگیریم، در میدان هم، در پارک هم. یعنی این گوشتین است، در تمام جا اجازت است. اما مشزنی جای خچه داره، یعنی رینگ داره دیگر جا و همون چارپنجه و سیتکه و دیگر چیز است. الان حمله شما بالای این یعنی فس هستین، شما را فس گفتن که این جوانه به آبرو کنه و پس بزنه. این از همون فس شروع شدگی است. یعنی فس بدن شما درجه علکه معلوم شد که شما یک فس هستین. ترمز ماشین امام علی رحمان شرکت دامادش از بالا گذشت، چندین خانه ها را در کلاب زد. مادرها، کودکا، کودک گاوره، شو عروس در تای خاکا موندن، تای کمزا موندن، مردن رفتن. چقدر انسان ها مردن رفتن. تو در کجا بده؟ کی را گناهگار کردی در اونجا؟ گروه فسی رشدار و سلداراتون برآمدن، همون جنایت رحمانوف در کلای خدا زدن. گفتن که اینجا خدا هر کاری خواست شید. اینجا نگفتن که شهرام خواست، اینجا نگفتن که کسی دیگر خواست، اینجا نگفتن داماد امام علی شرکتش بدنفسی او که پول بسیار کار کنه وضعی گران زده بدن در نقلیات که در او سرنشبی گویم هم ترمزای او کنده شد، گرم شد، کنده شد، قوه نکرد. یعنی ایران نگفتن، گفتن خدا بخواه هرچی همون میشه. شما فس بدن تون معلوم شده ایستاده است که شما تا کجا فس هسته. امروز او جوان گناهگار داری، خب در کجا یک نوار بیار که همون جوان گفته باشه که بیا کارچه شب کنیم، بیا ای کار کنیم. همون باید سایت که هست 99 نه 200% در باید سایت روسیه подписан است. نه تنها باید سایت، همین جوانهایی که ما داریم ولی در کوچه، نه تنها جوانو، موی سفیدات در حالت گپ زدن مگه گزاوت نکه. این کلمه ها، این سخن ها، این رفتار ها، این جنگ جنجال ها، این حمله کردن بالای یک انسان، همش از اونجا اومده ایستاده است. نه از این 24 ساعت اونمون زن و زنی ها در خردکار حمله کردن در یک دیگر، دویده خسته زدن و ناخواست حمله کردن و حتی که در اونجا پیستالت ها بردن و در اینترویوشون بالای نو یک پرس بود که بود جوانی ایرانی پیستالت قطعی اگراژت کردن و یعنی این چیزی هست که موتیواسیون ایجا هست. چرا در اینجا نگفتی که یعنی او تماشا نکنین، یعنی سبب اوشی او روزی دراز ویزف میتن، چرا او را نگفتی؟ چرا عیناً همون ستریلکتا طرف یک جوان که از پای زندگی خودش است. رزاق لگندت دیگر رو یک بابای نمیفهمم بناموس دیگر 24 ساعت در تیک تاک با مردم ویزف میتن. قبول کن ویزف محمد داستیا من لگنده من یتش کجا دستی؟ چرا او را نگفتی؟ چرا نمبر نکردی که شما اینو را میبینین اینو ویزف بازی میکنن، ویزف بازی نکنین؟ در اونجا که مسئله را روشن کردگی نیستی و دقیق گفتن نمیتونی الان چی گپ است در اونجا. اما حمله کردید سر یک جوان. من میفهمم برای چی حمله کردید، از بس که اولین همین موضوع را
در عالم مجازی آورد و از مردم طلب کرد که چرا برای قابل جان صدا بلند میکنین، برای این صدا بلند نمیکنین. الکی این جنایت در داخل تاجیکستان شده بود، وقتی صدا بلند میشوه جوابگر حکومت است. خب حکومت شما را فس گفت، حمله را به او کنید. این یه تای دیگه بگیم همون در عالم مجازی هیچ کی را قبول نکردگی انسان یک شرمنده دیگری بود که در تمام جو خدش زد، در کوچه ها چختکی هم میشته نوار میکرد، در ویخی دیوالا رسیه را هم خیل کرد، ای رسیه آخر سرش کردن، آمد دکمنت های فلشی رکلام کرد، قریب زندانش میکردن. خب این ایش بود چی میگه؟ Hamı blogerora vizov dodu falona besmadon liçnama danamu şahromakton atve dodum buradan 15 sutka qtogda mahkamam kadam uynimi qavdamay buzay inimi qavdamay vizov tishchiyay barois pros dora inami rahmatiram ros meganom malim hamı blogerora vizov dodu این هم فصل دیگر شده است که این هم گفتن دعوای فصل که یک چیزی دیگر بباف و مو تا که یک جوان سیاه کنیم. در تاجیکستان در همین عالم بایتسا گویم که یک آدم دیگر است که خیلی هر چیزی که صدقن هست همون جوان است، لایق رجبوف. و در عالم بلاگرها همین شهرام است، هر چیزی که هست همی است. این کسی را با کشتن هم دعوت نکرده است. وقتی که یک آدم میگه دعوای میزنم لبوی کس قطعی، یعنی نه ترس، دعوت که ببرو میدان برو شعر واری، یک انسان موتیواسیا میده. اونا گفته است در کوچه برا کورچه بزن، اون میگه که بگو میزنم، یعنی ببرو در میدان. و اونا ما دیده استودیم همسایه کشورامون نمی سر گوسفند آوردگی روز درست سیامکش میکنن، اونا می دیوانگی دارن. یکی دیگرش نمیدونم 3 بار زندان شدگی است، بونم گلتای کی است، یکی دیگر بونم کی دیگر است. اونا ما روزی درست چرا او یکی دیگر ما داریم که در تاجیکستانی ما карате داریم، همه دا визов میپرتاید، давай будем биться любой место. یعنی که چخیلی تا میخوایی ما هم خیلی میزنیم، خواهی کلاشکا، خواهی پناجام، خواهی همه چیزا را میگن. یعنی هر چیزی که تو دلت میکشه ما میزنیم. میگه خواهی دست لیچ، خواهی پرچاتکا، خواهی بوکس، خواهی کورچه با کورچه. چرا تمام اینها یک طرف مونده و اینن تو اومدی در سر شهرام کرچوکوتانا پرتافتین کلگیتون. من همینجا بازم یک بار دیگه همین شیدم که همین جامعه اینقدر مفکورش پایان هست و تو بر این دو تا انسانی که در اینترنت شناخته هست، در جامعه شناخته هست، هر گپی بگه جامعه از قفاش میروه. مثل همون دخترکی که فیمینیزم تبلیغ میکنه، کل دخترها از پشتش هستن. این مفکوره نبودن جامعه هست. جامعه را به مفکوره ساخته، امروز پشت خطان برده ایستاده. من فرزند قرلوق هستم، ملتم قلق است. من برای حق خدمت طلب کردن در تاجیکستان تروریست، اکستریمیست، سپاراتیست تمامی بلا را در بالام بار کردن، از وطن بیرون کردن. یک انسان، یک سود، یک پروکرور، یک میلیسا، یک انسان من 10 بار ویزف دادم، همش داد. بیا آنلاین صحبت کنیم، جنایتی مرا ثابت که من خودم میام زندان میشیم. 10 میلیون خلق خاموش است، چی از قرلوقای خودم، چی از لقیام، چی از تاجیکام، کلگیش خاموش هستند. کسی نمیگه بچه همون جوان در کجا جنایت کرد. خب بیا برگردیم همون جوان، همون زندگیش ببینیم در تاجیکستان چیکار کرد همون جوان در تاجیکستان.
ملتش قرلق باشه از 10 تاجیک زیاد در تاجیکستان خدمت کرد. همین یک شهر چیکالسک ولایت سوخت کلش درخشانندگی همین جوان است. یک تین پول از کدامت گرفت نه. همه جور علفاش میدروید رفته. تازه میکرد راه را. درخت میشنوند از پیش خودش بود. همین را کدامت یگان سون پول داده. امروز امام علی رحمان یک دونه درخت بشنونه 300 کامera در اطرافش جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت در ارچه شنونده است. و ما یک شهر ارچه شنونده. در تمام جا پیش قدم ترین خدمت کردیم. شب نگفتیم، روز نگفتیم. چی برای وطن؟ همش برای وطن. همین تاجیکستان چی شد عاقبتش؟ این عاقبتش. از بس که ما فصل نبودیم مثل شما. ما تنها برای ملت و وطن خدمت نکردیم، نه برای حکومت. برای زمین این سرزمین خدمت کردیم، نه کاسالیسی کردیم، نه در پیش یک کسی دیگه دست پیشی بر کردیم. با برابرش ایستادیم گپ زدیم. با تمام قرآن و سنت و پیامبر و پروردگار قسم ای قوی رسولزاده پرسید. ما یگان بار در پیش قوی رسولزاده قوی رسولزاده میگم بابای شفقت که رئیس شهر چیکالسک بود، ما یگان بار دست پیشی بر نکردم. یگان بار. یگان بار کاسالیسی نکردم. میگفت برای سرزمین آباد کردن هر چیز است، میگفتیم تمام تا قدر امکان حرکت میکنیم. یگان بار آورده اچات ندادم، من اینجا درخشنوندم. میگفتم رئیس مایده رفته سیکورو میشوم خیلی. ما افتاب نبرامده از وزیره سطیلا قطی رفته در ویخی درخت ها میریختم. مست برای درخت ها بسازه و وطن آباد شود. یک جنایتی مرا بگین، یک دونه جنایت بیاره تمامی سود و پرکرار. اما تمام این مردم خاطری که امام علی رحمان گفت جنایتکار است، تروریست است، اکستریمیست است، تمام مردم از پشت امام علی رحمان است. هیچ انسان سپراس نمیکنه. امروز تهمت زدن در تاجیکستان این میشیدگی است. کم چهره داری هر کی را تهمت بزن. این ناعدالتی است. همون جوان از کدام نان نپرسیده است. این جوان رفته از کوچه ها خودش میگه ما در بیرون خواب میکردم، یعنی اروپا و امریکا. منم در وکزل خواب کردگی هستم. این خانه پدرت نیست بیای که خانه خالت یا جای دیگه در برای جا شوی. ما چختکی نمی درونی ای تراموای ای مترو گشتگیم زمان شمادگی است. یعنی امروز اومدیم صاحب اینه خانه در ماشین اینه شرایط چیدیم. این با تمام مهنت خدمت بود، با تمام کوشش خدمت بود. برای ما رنگ شما نیست که خالمون نان داده باشه. همون جوانا همین روزا را گذشت. امروز مشهور است، امروز پول داره، امروز ماشین داره، امروز خانه داره. این خودش کرده است. او را خالش ماماش کدام یاردم کردگی نیست. این می چیز قطعی برآمد، شناخت کرد خودشه و برای کسی هم راه بد نشان نداده است. مهنت حلال نشان داد. مهنت حلال، دست افکش، هر کاری که کرد حلال نشان میداد که اینم خیلی کار میکنم، اینم قدر پول کار میکنم، یعنی آشکار است. و در او جوان مقصدش آیسته آیسته در ساحه سپورت پیشتر رفتن است. حداقل در حدود امریکا حداقل نمین جامعه همین سپورتسمن که تاجیکا را نوار کنه. ما امروز رو میبینیم که بسیار جوانا قطعی نوار کرده ایستاده است، گپ زده ایستاده است. مهارت ژورنالیستی نداره، مهارت شیطانی نداره، اما تلاش میکنه هر چیزی هست اون را سر عالم مجازی بیاره. امروز هموطنان عزیز 100% اینها فس هستند. از طرف حکومت امنیت فرمان داده شد که تا که تنها همون جوانه
همون استریلکاشون بگردونن یک سبب داره. سببش اولین اون جوان مردم دعوت کرد برای صدا بلند کردن. وقتی مردم دعوت کردی صدا بلند که پس برای کی صدا بلند میکنی؟ برای حکومت، امام علی رحمون، امنیت، وزارت. چی هست این واقعیت؟ کی جوابگر است؟ یعنی که سوال از حکومت میشه و صدای مادر. و این چیز علاقه این جوان دشمن حکومت شد. چرا تو مردم دعوت میکنی که تو که زیدی حکومت صدا بلند کنن، از ما پرسان شود. همین بود که این فصلها برآمدن کار کردن در عالم مجازی. اینو از پیش خیچون نبرآمدن. اینو به فصل بدن، به فرمان هیچ کاری نکردن. و او یکی دیگرش بود که میشته میگشته در کوچه ها و نمیدونم. وقتی ژورنالیست ها خیلی پرسیدن که مثال آیا این حرکتی شما در جامعه چی میرسونه؟ ما زندگی نامتاری همه خیلی خون نامتاری زندگی میکنم، ما همتاریم خیدم پاشیزم دیوانا نیستم نیکه همتاریم. او هم برآمده است، او هم فصل دادن که طبیعه چی بگو. او هم خیب کار کردنیشی. ما ویزف دادم، ما را بردن 15 سوتکه محکم کردن. یکی عبدالرزاق دارین، عبدالرزاق رزاق لگنده میگین، کی میگین؟ و یکی دیگرشون حاجی شده سازی. 300 بار همین شهرها ما ویزف دادن، یکم تا هم محکم نشد. و در خود تاجیکستان هم چندین آدم ها ویزف دادن، گفتن بیا گوشتین بگیریم. یعنی گوشتین گرفتن یک انسان بر رقابتی تن به تن فیراد کردن، این یک کاری مردانگی است. یک مرد یک کس میگه بیا گوشتین بگیریم. ما از همون خوردی تمامی همین زلهایی بگیم جامعه را گذاشتیم. متاسفانه دیگر زمانهای جنگ، گرسنگی ما را تا این روز آورد. نباشه شاید ما تمامی اولادمون پهلوان است. ما قرلوغا خونمون پهلوانی است. ولی امروز یگان گویم که ترینر، یگان معلم ورزش میبدم. اگر همون شانسی که برای ما یک شانسی خوب میبد. و امروز هم هزارها جوانا که در مردیکاری هستند، بهترین جوان هستند، شانس ندارن که در ورزش باشن. اما یک جوان تلاش میکنه تا یک جا شما معین کنید این جوان هیچ عیبی نداره، قطعی اون گپ زده باشه. اگر قطعی هم گپ میزد من تکلیفم میکردم، میگفتم لبای نه ترس، میگفتم لبای تشب وظیفه میزنم، بگو وستا تغری که بیا میزنیم تمام. منم همی تفسیه را میدادم. خب یعنی برای یک سپورتسمن چی میگوی؟ رمال بگی بشی؟ اگر یکان که طرف ایرات بینم بگو نمیزنم، بگو نمیخوام خیلی میگوی ای خونه نبرو، رمال بگی بشی. اینجا مسئله سپورتسمن نیست، اینجا مسئله اخلاق است. ولی اخلاقتون میگن او جوان بسیار یک جوانی خوب. خب یعنی همه جوان با موزین چند سال باز قطعی ما دوستی میکرد. خب یک آدمی خوب یک آدمی ناخوب قطعی دوست شده نمیتونه. این چیزا مطمئنا پسیکولوژی بفهمه. یک آدمی خوب با یک آدمی ناخوب جوره شده نمیتونه. وقتی که میگن روسا یک مثل دارن، یه خوب است، میگن که скажи кто твой друг, я скажу кто ты. یعنی گو که دوستی تو کی است، ما میگم که تو کی هستی. وقتی اطراف او جوان بوموزن کیا هستن، در کدام جامعه کلان شید، او ورزشگر شید و معنای را نداره که دیگر او کلا جوانی خوب بود. خب یعنی که ما اطراف شب بوموزیم سبب چی شید در اونجا، چی باعث شید که اینجا کورچه کشی شید. یعنی کدام گروه ها قطعی یا جنگ کردن، شاید او گروه دیگر بود، چی مناقشه داشتن اینا، چرا امنیت نمیبرای ایسارات بتا.
ولی منم میگم خیزین طلب کنین. چرا جامعه ما تا این روز آمده است که امروز کودکا در دست کورچه دارن؟ از کی آموختن ایران؟ گنگستر کی است؟ کلمه چی است؟ امروز نوزکش هم اگه ما گنگستر نوزکشایم، اراخر گفتیسه ما گنگستر الکشایم. این چی است خودش اصلا؟ در میدان هم برآمدین، خدا و پروردگار رسول شرمنده کردین. در میدان جنگ برآمدین، چیزی که در اسلام منع است، الله اکبر گفته برآمدین. یک روز من چند بار در عالم مجازی گفتم، یک روز در اتوبوس رفته استودا، جوانای اروپایی که میبینن شما را در عالم اینترنت بازی کردستایم تاری جنگ بازی داره، میزنه الله اکبر میگه، الله اکبر الله اکبر گفتیسته. از کجا اتوماتی در سر این کودک آمده است؟ من در پهلو شیشتگی حیران شدم. من گفتم کودک مسلمان نیست. بعد دوستا خسته از طرف نگاه کنم، در تلفنش زده است، بای زده است. وقتی میزنه میگه الله اکبر الله اکبر. چرا؟ در داخل رینگ گرفتین شما در آوردین همین چیزا. شما گرفتین پروردگار را قدر به قدر کردین، نامش به قدر کردین، بعدا از دیگران مینالین. معلم فاس و کلا اشتباه کردی در اینجا که در حق یک جوان تهمت کردی. جوان بهترین جوان است، من شخصا خوشش دارم، میبینم، شخصا میبینم. و کدام ویزف دادن و در زندان شدین او دیگه مشکلیاتون قطعی بود که شما را زپرید مونده بودن که دیگه اینترنت خیلی قلقان نکرد کردی، یعنی از پشتی اونه این مسئله را. ما همون جوان بهترین جوان است، میره و قطعا بومجو هم میشینه اوقات میخوره، یعنی نازک نیست. دو تیم پول میوه میروه در همون کوچه بدگی در همون بخانه بوده، یک چی میبره خودک پودک میبره صدقه میکنه. او نمیفهمه، او بگیم که او نمیگه که یک مسلمان است کافر است، این چیزو را که صرفا نمیره. اونا ما خطی میروه میشینه میخوره، اونا ما دا میروه ماینیز میته، اونا پلیچه میه پلیچه را پلیز پلیز نمیدونه انگلیسی را، نه پلیز پلیز من میاد اوقات بتم. یعنی که یک جوانی هست که نه در جامعه نه در عموما کسی ضرر نداره. امروز خاطر اونه که او جوان برآمد اول مردم طلب کرد که صدا بلند کنین، این صدا ضربه به حکومت میزد. شما فسا استریلکا را گرفتین طرف اون جوان توپ داده، این اشتباه شما است. یعنی فس بدن خطونه مثل حاجی میرزا که ما یک عمر از حضرت از دمش اومدیم، بعدا فهمیدیم که او فس است. و امروز ما تکلیف میکنم هر جوانی که در زلیمی هستین مشق نکنین برین. من این میرم میگم که این ترینرتون فس است، یعنی که از این مردکی نمیبروید. اینمی ترینرتون فس است، از این مردکی نمیبروید. در پیش نیدستای نی انسان ترینروفکا کردن مشق کردن تا لکه شاگردی نیدستای نی خلاص. برین دیگر زل برین، زل زیاد است. اگر شما مرد باشه ناموسی ورزشگر داشته باشین در پیشی مشق نمیکنی. میدونین برای چی؟ برای که اگر این مرد میبود کمیل کراتش هم میوارد، رزاق لیگندش هم میوارد، تیک توک هم میوارد، کلی را میگفت که این مسئله ها رزولتاتش همی است. اما که او جوانه که در او طرف اقیانوس است، یعنی عموما هیچ چیزی نداره، برای کدامیتون بدی هم نشان نداده است، کسی را زدن هم نشان نداده است، برایتون کورچه هم نشان نداده است، کورچه بزنین هم نداده است. گوشتین میگیره، او گوشتینگیر است، یعنی جداییست است، گوشتین میگیره. خب
او спортсмен نیست که از او طلب کنی که او یک گروش بزا که یک دیمانستریروت که چه خلاص بیا ما دیمانستریروت کنم نشانت بدم برای که من میتونم میرم برای من رفتگیم من میتونم رو دستام قطعی برای دم دیمانستریروت کنم چه خیل کنم دیمانستریروت من زدنش هم نشانت میتم من ماشا نشانت میتم برای من رفتم هم میدم او جوان نرفته است اگر رفته باشم نشان نمیتم یعنی که او بیشتر ذوق در گوشتین داره او هم میگه بیا گوشتین بگیریم او کسی را نمیگه بیا بزنیم بیا خون شیم من و تمام همون جوانایی که در تالار همین معلمی فس هستن من واقعی میگم اگر دستای نباشه ترک کنین تالار عاقبت نداره عاقبت آورده شما را یک روز میاره در جامعه را در زیدتون میبره من امروز زیدی همی هستم زیدی همی گپاش هستم میاره جامعه را زیدتون میبره میفهمه از بس که این همون معلمی در اونیورسیتی است که هر وقت نوروزی شود طلبه را میبره میرقصونه این از همون جمله معلم است برای این حقوق شما ارزش ورزشگری شما نیست این فس است اجرا میکنه فقط کماند فس باشه اجرا میکنه اینمی معلمتون اینمی معلم است یعنی چهرهش نشان دادی معلمتون خب سببی کشته شدن باید دولت حکومت ارگانو است بوموزه واقعی در تاجیکستان نه تنها در کلاب دیجیگز رو در لیلنابوت کل گودک کارچه داره در برش یعنی این چیز همون ببینین همین ترماشیشتن افتریتی چیدن همین سرودی دولیا و رفسکوی همه را زندانی کرد همین دولیا و رفسکوی سرودش جوانو را مصبور در زندان داخت یکی چی انسان نگفت که همین سرود دولیا و رفسکوی مردم زندان کرد برای چی؟ برای که تاثیری همون حیاتیش که بلند بود سروده و هر انسان که زندان شیشته باشه این سرود دو کسات میکرد یعنی داخل داشت همه میرفت میخواست زندان بشینه دولیا و رفسکوی قطعی بشینه حتی که زندان نشیشتگی هم همون سرود قطعی کیف صفا میکنه میشین یعنی که هیچ دخل با اون نداره یعنی این برای زندانی ها خونده شده امروز در جامعه تاجیکستان ما یک دخترک هست میگه که شما نوتا را میفهمین نوتا چی است میگه که امو بچه ها چی خیلی بگه میخونه با یک اینترویو دیگه داده است میگه که شما سرود زندان خونده میگه که او مخلص ها هرچی طلب کنن ما خوندن میگیریم میفهمین اینه ای جامعه را ما داریم امروز وقتی که همون سرودی زندانی اونمو زنک خونده میشوه برای زنا زندان پاسبانو کلیپا میکنین میبرورین در اون مسئله گپ نمیزنین نمیگین که چرا این کارا میکنین امروز بچه ها سبسته امروز دخترها کارچه دارن ما اون معلوماتی که از داخل جامعه داریم 100% از شما بیشتر است امروز دخترها میزنن نشن امروز کلوبا شدگی است امروز 24 ساعت در داخل کلوبا تمام وزیر رئیس بچه‌هاش با پیستولت میگردن در تاجیکستان تپانچه دارن در داخل دیسک کلوبا تپانچه پرانی میکنن خب از این چیزا حرف نمیزنی جامعه از بالا جزیره است نه از پایان تمامی همین 28 سالی 28 میگم 35 ساله 35 ساله کدگی امام علی رحمان همش جمع کردی آوردی اینمی جنایت‌ها را در کلا یک بلاگر بار کردین شما یک جوان یوش یک بلاگر از کدام نان پرسید پول پرسید این درجه شما بیاداب هستین این درجه شما همون فس شدگی هستین که
نمیگه نه امام علی رحمان این کشور بین همین روز آورد. امروز برای امام علی رحمان ملت به همون مثل یک گوسفند است قپیده ایستادگی، نه سوید میته، خواه آو میته، خواه که میته، خواه علفت میته. 35 سال میشوه یک اتپلین، یک قوه برق، همون اتپلین آوی کار نمیکنه. تو مردک اسپارتمنتی گردن میزنی، رگای گردن تا برآورده بحث میکنی در دو روز یک سر بلو گرده. یه بار گپ زد چی به او؟ یا از کومور مردن، چند قدر آیله مرده از کومور، از همون گازی کومور، اوگر کومور چند آیله مرد؟ رگای گردن تا نبرآوردی، دری کی گناهگار بود؟ حکومت. چرا خاموش بودی در اینجا؟ چرا صحبت نکردی؟ چرا رگ گردن تا نبرآوردی؟ حکومت برای که اتپلینی نداشتن، مردم گرمی نداشتن، این مردم از اوگر کومور مرده ایستاده است، گناهگار حکومت است. در جای جوان مرده باشه چه چند آیله کودکاش قطعی از بین رفت، چرا رگ گردن نبرآوردی؟ فس هستی، فس. تو معلم نیستی. هر چندی که چیزی هستی نیستی، تو یک فس هستی خلاص. یعنی این همین است که ما چهرهای شما را یکتا یکتا میشناسیم در جامعه. شما کی هستی؟ ما برای ان همین چیز 24 ساعت پیگیری میکنیم که آینده ما بینیم که کیها چی کار میکنن، کیها در پیش ملت جوابگوار است. برای ان همین هر یک تا پیگیری میکنیم. جوانی چه عیب نداره، هر کسی که پادپیشه چکدگی هستین در همون، من پادپیشکه نداشتم، من خیلی تماشا میکنم، من پادپیشکه ندارم اینو ده، اما تماشا میکنم. من همین روز از سایت رسمی پادپیشه میکنم. اما جوان ده، من سایت غیر رسمی دارم برای پیگیری کردن اینو. من از سایت های رسمی، از اینستاگرام، از یوتیوب، از همون تیک تاک، از همین سایت رسمی خودم معمولا پادپیشه میکنم و براتون میگم پادپیشه کنین. از بس که اون جوان یگان تای شما را برای بد دعوت نکرده است. یعنی در راه سالم گوشتین گرفتن، ورزش کردن، اون گفته است کارچه بزن و براتون همون راه مردکی را نشان میده. یعنی چقدر پول کار میکنه، چقدر زندگی میکنه، چقدر یک جوان در غریبی باید با پا بخیزه، اونمو جوان آشکار براتون نشان میده. هیچ نه بدی کرده است، نه بخیلی کرده است. هر چیزی که در همون سر جوان هست، در همون حیاتش، در رفتارش میبینیم. او نه کلان دماغ است، نه بگیم در نمی کوچه بشنونش اوقاتش بده خوردن میگیره. او نه یک ناز و گوزی زیادی داره. اکی یک گپای همون کوچگی داره، بگیم هم گپ زنیاش پا چای نه برات، این هم یک گپای ساده است، اما در اون جوان بدی نیست و اینا میخواهند اون جوان، یعنی بد کنن یک سبب داره. همین وضعیتی که در تاجیکستان رخ داد، یک جوان ورزشگر کشته شد که جنایتکار یا ساختار عیب داره، ساختار قدرتی دولتی عیب داره است و او جوان مردم ها گفت که صدا بلند کنه. این همین سبب شد که او مردم ها دعوت کرد که صدا بلند کنید. چرا خاموشین؟ یعنی مردم صدا بلند کنه طرف کی میکنه؟ طرف حکومت. و حکومت فسا را گریان کرد که همین جنایت در کلای امریکا بدگی یک بلوگر بزنه که او دعوت کرده بود. ما از او بر دعوتاشا داریم. ما پیستالت کشیده پراندگیاشو نداریم، اما پیستالت های چیز گازی. ما کارچه بازی میکردگی بالای سر مردم. چرا یک بار نگفتین که شما در اونو میبینین از اونجا یاد گرفتین؟ یعنی همو خردکارهایی که در همو روسیه میشه و اینترویو ها میشه و در خلیج، چرا در اونجا نگفتین؟
چرا او را مثال نیاوردی؟ چرا بلوگرای تاجیکستان را مثال نیاوردی؟ چرا بابای برشت نو رشدارتون را گپ نزدی؟ که اینه انسان است که در نای سین سال اینه کودکان را مفکورش ویران میکنه. در میان کودکان هم میدونم ویزف بازی داره، باز در رینگ برآمدگی دو جوان دو دیوانه را برآوردگی نمیدونم جنگ میدوزه. چرا اینا را نگفتی؟ چرا این ویزف های تیک تاکاتون را نگفتی؟ خاموش بوده. سوال براتون، چرا عیناً جوان قپیدین همه کسا؟ سبب همین سبب است. وقتی که جوان جامعه را طلب کرد که صدا بلند کنه. شما خواستین تمام جنایت امام علی رحمانه ساختار حکومت امام علی را در کلای جوان بزنین. ای بیت است تو ویزف بازی کردی، تی نمیره ویزف کردی نمی کشتشی. ماشین شرکت امام علی رحمان از بالای کوه میوه نیمی شهر کلابا میزنه، یک کوچه را ده خانه را در درونش گودک مایده و مرده میروه. گروه فسی دینداراتون میبرویه، عالمای دیناتون فسا. قال الله قال رسول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، پروردگار در قرآن از مشه گفته است که جان دهنده من و جان دهنده جان گیرنده من. یعنی هرچی هست از شما خاطر اینمی امام علی را جنایتاش پنهان کردن، خدا را هم گناهگار برآوردگی. ولی کجا رسه یک جوانی بلاگر است ملهات هم برآمد خدا را گناهگار برآورد. گو اما چیزی که هست خاص خداوند بالای سری مردم آورده است. میگوی چرا در تاجیکستان 35 سال میشود سویت قوای برق نیست؟ خداوند کمبغل دوست میداره، غریب دوست میداره، عذاب کشیده را دوست میداره، بازم خدا گناهگار. میگوی مردم اتپلینی نیست، مردم مرده ایستادن در خانگی، در اوگرای کمر میبرن، در گازی کمر. خداوند خودش جان داد، خداوند خودش میگیره. خداوند گفته است که من این طرز میگیرم جان تا اون طرز میگیرم. این دیگر همین اجلش همین روز بوده است، خداوند جان شگیری. اینجا امام علی چه عیب داره؟ اینجا نبودن قوای برق چه عیب داره؟ اینجا بیزنس امام علی در قوای برق چه عیب داره؟ اینجا بیزنس امام علی رحمان سر اتپلینی که آبی گرم نیست در چه عیب داره؟ اینجا خدا گناهگار است. خدا اول در دل امام علی داغ، امام علی سوید نده. دویمین خداوند در دل امام علی داغ، امام علی براتون اتپلینی نده. سیمین در دل داغ که برای گرم شدن کمر در بتی، با همین طریق کمر جانی تر خداوند گیری. یعنی این اصولی مل و فساتون است. و امروز شما بعضیاتون نگرده بلاگری میگیریم گفته دیگر نمتری فس شدگی هستیم. دوستای عزیز، من رسمی میگم شما در شهران پدپیشت سکنید، از او هیچ بدی نمیبینین، یک کانتنتی بدی نمیبینین، یک کانتنتی فاحشگی نمیبینین، یک کانتنتی فحش نمیبینین، هیچ چیز نمیبینین، هیچ چیز نمیبینین. برقصد همین دوباره پدپیشت سکنید، یعنی دو بار، یک بار نه، دو بار. هر کسی که در زل اینمی معلم هستین، در همینجا مشق میکنین، شما دیگر آبرو نداره. همچون سپارتسمنت دیگر آبرو نداره. من اینمی را آشکار میگم. از بس که این معلمتون یک فس است. شخصا از همین روز عبارتن که مرا دنیا میشناسه، مرا میشناختگی آدم میشناسه. نه مطرح نمیشناختیم. مطرح هم چون یک ورزشگر میشناختیم، یک معلم، یک مربی میشناختیم. اما بعدا که چندین نوارات که پای به پای برآمد و کودکا را آورده و تک نصیحت گذاشتی و فکر نکردی که شرمنده میشه و کودکا او اطراف بدگی میشنوش دیده ایستادن تا کی را گفته ایستادی، برای خیب قپیدن ای احوال آوردی. من همینجا فهمیدم که تو نیتا رفته استی، راحت اشتباه است. اما امروز کردگی کارت
ما انیق شناختیم که بده در آن همینجا ما انیق شناختیم که تو کی هستی. فهمیدی؟ یک در هر چیزی که در تاجیکستان میشوه این جنایت ها میشوه، یعنی جوابگر این جنایت حکومت است، حکومت امام علی رحمه و امنیت و جامعه. اولا جامعه، اول حکومت، جامعه، کلی نمیو گناهگار است. سبب دیسکاتیک ها است، سبب نشه فروشی ها است. هر نمی جوانای بای هستن، فرزندای رهبرای ما، دیپوتات و دیگر هستن، همش نشه بیزنس هستن. من این نمی را آشکار میگم تو فرزندای نچلنگ میلیسا دیگر نمی هر یکش که هست که پدرشون همون نچلنیک است، زم نچلنیک است، که بچه های او را میلیسا و من نمیکنن حق ندارن، همش با تمام این نازکی هاش نشه فروش نمی هستن. این همه از روی نشه پول کار میکنن، از روی گروین پول کار میکنن. در دیسکاتیک ها هم همه نشه میفروشن، گروین میفروشن، در جامعه هم همه میفروشن. اینا باز نمی جوانای غریبا را میگیرن برای تقسیم کردن. من شاهدش هستم این چیزا را. نمی هر یک فرزندی نچلنیک، زم نچلنیک و اوویده و روویده و هر جایی ده هست، هر جایی ده هست، نمو رئیس و دیگری که هست، نمی هر یک منصبدار فرزندش، نمی 90% منصبدار فرزندش نشه فروش است، نارکوتیک فروش در تاجیکستان نمی هست. همش برای که اینا را میلیسا نمیکنن، اینا را حق ندارن میکنن. اینمی تبلیغاتی اینمی کارا اونا موستن. نما کریشت است، من دبارت است، من نترس، نمیجا کدومی گاب میزنه گابزا، همش اینمی است. اینمی انسان است. دیگر دور نرین طرف سراتون تومتی. و این جوان هیچ عیب نداره، جوان بهترین جوان است. کوشش کنین که با گپی دو تای احمق این جوان ها یگان سنگای نفرت پرتاین، بدبینی کنین، همین کارا را نکنین. باقی سلامت سربلند باشین. و در آخر میگم هر کسی که در همون زل مشق میکنین دیگر شما آبرو نداره. این میره مطمئناً بدونه شما آبرو نداره و این استادتان شما را میتونه هر روز قربانی کنه. هر یک روزی که اینم خیلی مهم میشه خطارتون میکنه، فن میکنه، مجبور میکنه و فن میکنه، نمیخیل یک شرمنده تون میکنه. سپارتسمنت اگر یه بار به آبرو شید او دیگر تمام. سپارتسمنت مثل دختر خانه هست، یه بار اگر دخترش رفت او بیوه حساب میشه. همین سپارتسمنت من خودم جوانی سپارتسمنت هست، یعنی این ساها را میدونم. همین یک بار سپارتسمنت به آبرو شود او تمام به آبرو میشه. او دیگر هزار خیب کنم، جغ بگم، وق بگم، همین یک به آبرو شدن سپارتسمنت تمام. او دیگر کریر کردن نمیتونه. همه کریر یک سپارتسمنت در دیسپلین آبروش است، یعنی مردانگی، سریوزنس بودنش، در هر کار دست نزدنش، در هر چیز ارالش نشیدنش. از اون جمله ارتیست هم سپارتس. چرا امروز ارتیست ها به آبرو شدن رفتن؟ از بس که همون هر جایی ده بود آوردن دخترش گفتن دیگه اینه ای کارک اینه میبرد. امروز دیسیپلین صنعت، فرهنگ، مدنیت از بین رفت، ارتیست ها به آبرو شدن، کینو به آبرو شد، اکتیار به آبرو شد. فهمیدین؟ اگر که شما همون دیسپلین اگر ورزشی را از دست دادین، همون مردانگی ورزشی را، نمی یک خطاگی شما خلاص دیگر باقی شما کریر کردن نمیتونه، یعنی با به آبروگی. برای همون این زل علاکه آبروش ریخت، این زل علاکه آبروش ریخت خلاص. در اینجا بدن شما واقع دیگر کریر کردن نمیتونه. یعنی در
ما قرلغا یک گپ است میگه آبروین برگه تگنی یغ میگه همین بدن آبرو جمع که دامنده و از این که به آبرو شدی دیگر تو کریر در ساحه ورزش کرده نمیتونی بای تو که امام علی رحمان که زده ایستاده است که خدا میدونه این چهار جوانی بیچاره رفته است در امو روسیه کوشش کردن رفتن در امریکا کوشش کردن تلاش کرده ایستادن که همون برای این کشور برای سرزمین برای نام این ملت یک بگیم پرچمی ورزش بردارن اما شما نمیتونین با این زلی در استادتون استافستان نمیتونین واقعی خدا نگهبانتون افسوس که ما نیستیم در وطن اگر ما میبدیم ساهم ورزش هم دیگر میشید کینای تاجیک هم دیگر میبود فرهنگ هم دیگر طرف میرفت کل این چیزا تغییرات خچه پیدا میکرد واقعی سلامت باشین هر چیزی که در تاجیکستان هست گناهگار حکومت است بی‌توجهی حکومت است از همش گناهگار رهبر است حکومت دیگر کسی در اینجا عیب نداره اگر کسی اشتباه کرد حکومت عیب داره یک ساختار اشتباه کنه رهبر عیب داره همه اینجا یک گروه سیاسی اشتباه کنه رهبر عیب داره هر چیزی که اگر رهبر ناکام باشه ناتمام باشه همون طرف همون چیز همون ملت ساختار یا سیاست یا گروه ناکام می شود از آن جمله این همین گروهی شمایی که داره این ورزشی علاقه معلمتون ناکام است علاقه معلمتون 0% است تمام برای همون میتونه که از اینجا خودتون بکشین در زلای دیگر بره خودتون آواره نکنین از اینجا در جای آبرو گرفتن به آبرو میشه خدا یار مددگارتون انا این دودار عزیزه گویم شهرامه که بد نکنین من واقع میبینم نه برای گویم که راحت کردن یک چیز اما من میبینم که همین جوان چی تلاش داره این میره میبینم یعنی چی میخواه چی تلاش داره و بلوگرهای دیگر هم میبینیم چیکار کرده ایستادن یعنی در جامعه چی فایده دارن چی ضرر دارن همین جوان در جامعه فایدهش است ببینید هیچ کدام شما را بیاین امریکا کار کنی این اینجا کار زور است بیاین گفته دعوت کردگی نیست میدونیم برای چی برای میدونه قیندی های امریکا قیندی های امریکا را میدونه میفهمید او شما را در یک چقری پرتافتنی نیست در عذاب پرتافتنی نیست خیلی نمیگه بیاین خیتون میگه ببینین با چشماتون تمام این نمیگه میگه اگر خواهی بیا با چشماتون ببین اما در اینجا آمده است در اروپا یه روز تاکسی های کرده است بلوگر شده است اینا میای در اروپا ماشین میگیری نمیجا چندی کار کرده است یاز اینا ما اونا چند قمه غلطونی اینا ما اونا 2 تا 2.5 تا غلطونده استم اینا 2000 2.5 ما اونا یافته است بیا در اینجا اینا دیگر کار که تاکسی کار که اینه است دشمن اینه دشمن است میدونیم برای چی برای که در اروپا مفصل نمیفهمونه که قانون چی است قاعده چی است درآمد چی است نلاک چی است جای خوابت چی خیلی است مثل آدم خواب میکنی یا مثل ترکن در روسیه خواب کدیستگی برش خواب یعنی خوراک چی است زندگی چی است این چیزا رو برای تو نمیفهمونه شما میگه بیاین در اینجا نمیقدر کار میکنه باشه مثل اگر همون روسیه در دوران وگان زندگی کردیم ما پول کار کردیم اون همون شرایط هاستلا اون همون شرایط خانه که یک کس خانه را میگیره در اونجا 20 کس دیگه میاد زندگی میکنه همون شرایط شاید 4 تنگه کار کنیم اما قاعده های خود داره قانون های خود داره آمدن ایت ندانستن قانون بیابرو کردن نام تاجیک میشود آمدن ایت که تلپوای آمدی و همین کار کردی با امیدی 4 سوم پول کار کردن یک روز پینهان میکنی 2 روز روز سیم رنگ روسیه واری آشکار میشود اینو هم ترا بد میبینن این قلیقاتا دولت هم دیپورتت میکنه قبول نمیکنه نامی تاجیک هم بد میکنه یعنی آمدنی تو تلپا در اینجا
شاید تو چند سو کار کنی اما آینده نام نسلت بد میشوه ایرش تو به نظر نمیگیری. تو تنهای نمیروز کار کردن تا به نظر میگیری کار میکنی. ما روسیه را انا همی خیل کردیم جزیر کردیم. ما تنها نمی خدمون فکر کردیم که ما چند سو پول کار کنیم چه خیل کار کنیم. ما قفمون فکر نکردیم که ما این کارایی که ما کرده ایستادیم این کارای بعد است فردا از پای ما نسل های ما میآیند اینها بیچاره ها بعدن اون اشتباه ما را اونا جوابگر میشوند اونا در زیر نفرت میمانند. این کار فکر نکردیم. امروز در اروپا هم اون کار کرده ایستادیم. 24 ساعت رکلامه ها بیاین اینجا کار برای ما یا برید خلب باشه ما آبرو را میفروشیم ناموس هم میفروشیم ننگ هم میفروشیم. ما شکم خودمان فکر میکنیم زندگی میکنیم. ما نمیگیم که بعد از ما اگر فرزندی تاجیکستان در اینجا بیاید با او با کدام نظری مردم نگاه میکنه؟ با نظر غلام جزیر چرکین بد اخلاق با کدام نظر نگاه میکنه؟ هر نظری که ما میتیم امروز مفکوره در این مردم که ما میتیم از خود که ما چی خیل هستیم فردا در نسل ما همینو با همون نظر نگاه میکنن. میفهمین؟ برای همون تلاش کنین که پیش از اروپا میایین امریکا میرین تلاش کنین اولا یعنی مدنیتی یک کشور رفته ویران نکنین. از همه مهم همین چیز است مطابق مدنیت بگیم زندگی کنین. اینجا نیاین دیگر همون در کوچه خیلی از این طرفی کوچه و طرف سازی تینجی سلامتیات خوبه یا بالکن در بروماده ویدیو ویز فگیری اون کده نه جارا دی دستیه اون مردم نگه داره. اینا را کلتورشون دیگر است. اومده با کلتوری همه زندگی خلاص کوشش کنیم بسیار تلپا نشین در پیش پدیزا بروماده شیشته تلفن قد گب نزنین. در یجا برای شیشتن یک رستوران یا پارک است میرین در باغ یا یک کافه یک جای کافه یک جا میشینی در اونجا هیچ که کارت نداره. در قد کوچه 4 تا میبینین یک دیگر تروتوار دا میستین بته دستا 5 هفته 6 هفته 10 که رفته دا اونجا بده ما ایجا آمدم بس کنین همی اخمقتانه بس کنین در اروپا اینجا خونه خالتون نیست اینجا تاجیکستان نیست این با مدنیتی ما اونجا توغری میگیره در اینا نه. آدمای گذشتگی زنکای تر قفاشا نگاه کردن میره موی ترسیده میره چی است نمو خدا ریش ماندگی نمو خدا با ایس شونا میکنی با تاکسی ای کدیش نمو خریش خواهد او زنک شیشته است در درون تاکسی دیست پوچش لرزده است کی باشه قصاب باشه تروریست باشه چی باشه یه احوالی مرد میبرو یک کلتور که هست که احساس که شبکه پوشیدگی ای بالاش کپشون زدگی همتر روش نمو قدر اچکه موندگی برادر تو در جای مدنیت هستی. خب او کلتوری بندیدی تا او نمیدونم یک چیزی که تو برای جای دیگه ده بکن برادر وطنت بکن کنن ایجا اومده یک کمتر کلتور شه آدمانان شه یا لباسی خشرو که پرشوسکت اساس که یا رشکت اساس که بشی یک زن میشینه یک مادر میشینه یک کودک میشینه یک از در تاکسی میشینه یا پریت نگاه کنه در ببینه که اونجا کارتا در نامت نوشتگی است نامت چی است فامیلیت چی است از کجا هستی انت میبینه تاجیکستان میگه این تاجیکه ببینه احوالشه. همین چیزا را برطرف کنین کم کنین همین چیزا را مخدمون جزیر هستیم میایم در نمی کارا را بگیم که انجام میتیم. بعد میریم شهران بچه توزه 100% بچه کلتوری توزه هیچ بدی نداره. دیگر زنده باشین. من امروز رسمی پادپیشات میکنم در تمام سایت های جوان و شما رو تکلیف میکنم پادپیشات کنین از سایتی نمی معلم پادپیشات کنین از بس که این شما را طرف خوبی نمیبره. خدا یار مددگارتون. بیشتر ببخشین برای بیشتر گفتگی.